بسم الله الرحمن الرحیم. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. درسی که درس دین است، شیرین و دلنشین است. درسی که درس دین است، شیرین و دلنشین است. آیین ما چنین است، برنامه های قرآن، برنامه های قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل شيء خلقناه بقدر. وعن أبي محجل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف على أمتي ثلاثا: التكذيب بالتقدير، والتصديق بالنجوم، وحيف الأئمة. حضار گرامی، برادران نهایت محترم، دشمنان اسلام یک دریچه را نگذاشته که از او حمله بر مسلمانان نکرده باشه. دشمنان اسلام راههایی را پیدا میکنه که بتوانند افکار و نظریات زهراگین خود در درون افکار و اندیشه های جوانان ما تزریق کنند. تلاش میکنن یک نوع شبهه و شکوک در بین اندیشه های مسلمان ها ایجاد بکنه و یک راه را همیشه تعقیب نکرده، بلکه در صدد پیدا کردن راه های متنوع می باشه. تلاش میکنن چه قسم بتوانند مسلمان از ذهنش مغشوش بسازه، در مورد دینش شک پیدا کنه، اندیشه از او را متزلزل بسازه، تا بتانه روز دیگر نعوذ بالله او را طرف یک دین باطل خود دعوت بده. از او خاطر در این عصر امروز ما باید خیلی بیدار باشیم که از کدام روزنه ها دنیای کفر وارد میدان مبارزه با ما میشه و چه قسم میتوانند یقینا هم ما را، اندیشه های ما را خراب بکنه، مفکوره های ما را خراب بکنه. در این روزها زیاد سوال از مسئله تقدیر میشه و ما آنقدر زیاد سوال میشه که هیچ حد و اندازه نداره. همگی همی سوال میکنه که تقدیر چه رقم است. دیگهش میگه که وقتی یک انسان قتل میکنه، زنا میکنه، خیر چرا الله عذاب میده؟ به خاطر که در تقدیر همی نوشته شده بود. این پیروان ابلیس لعین است. ابلیس زمانی که الله متعال فرمان داد برای سجده به آدم علیه السلام، از قیاس و عقل و منطق خود کار گرفت و شروع کرد به خودستایی، به خود بالا بردن، به برتری خود. به این نظر نمیکرد که الله خالقم مرا امر کرده و فرمان داده که تو سجده بکن. زمانی که الله او را مورد لعنت قرار داد، بعد از او امی گناه خودم حواله به تقدیر کرد. قال فبما اغویتنی، به سبب ازی که تو مرا گمراه کردی، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، ما در راه درست و مستقیم مؤمنان میشینم و وارا نمیگذارم، وارا گمراه میکنم. آدم علیه السلام هم خطا مرتکب شده
نفهمیده، در اجتهاد خود خطا شده، لیکن او کلی ملامتی را سر نفس خود میندازه. ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا ما سر نفس خود ظلم کردیم، در شان خود کوتاهی و قصور کردیم. شما دو مسیر خیلی متفاوت و متضاد در اینجا ملاحظه میکنه. و الله متعال داستان ابلیس و آدم علیه السلام در اول داستانهای قرآن کریم برای ما پیش میکنه. زمانی که ما و شما قرآن تلاوت میکنیم، در سوره بقره اولین داستان است و این اشاره به این گپ است که گروه ها در جهان دو گروه می باشد. یک گروه هست که مسیر آدم علیه السلام تعقیب میکنه، عقل خود کامل و پوره نمیدانه، همیشه خود ملامت میکنه، نعمتهای بزرگ الله متعال چشمش فرا میگیره، بجز از اظهار عاجزی و تقصیر هیچ راه دیگری را نمیپیماید. لیکن پیروان شیاطین همیشه در صدد عزیز که راه و وسیله نجات برای گناه و جرم خود پیدا بکنه. امروز جهان استعمار هم بزرگترین شیطان بعد از ابلیس لعین و هم در تلاش امی گپاست که همه جنایات خدا، همه بدبختی های خدا مبرر و راه مشروع برش پیدا بکنه. اگر هر قدر خونریزی کنه، اگر هر قدر مخلوق بکشه، برای خود یک راه اشتباه است و یک کلمه اشتباه از او همه جنایاتش نمیشویه. اما کسی که انتقام از حته و حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیره، او را مسلمان امام تروریست میگه. در این موضوع انشالله در جمعه آینده باز گپ میزنم که معلوم شود که کی به جهنم میره و کی به جنت میره و کی مسلمان باقی میمونه و کی کافر باقی میمونه. امروز فقط موضوع را دمی مورد میگیرم که این پیروان شیاطین همیشه در صدد عزیز که جنایت و جرم انجام داده، غصب کرده، قتل کرده، زنا کرده، شراب خورده، قمار زده، دروغ گفته، غیبت کرده، زیان رسانده، تاوان رسانده، مسلمان حقش پایمال کرده، لیکن کل ملامتی را سر تقدیر مندازه و میگه که در تقدیر میتور نوشته بود. از او خاطر ما میخواهیم بحث تقدیر گسترده بسازم، در چند جمعه در مورد از این گپ بزنم، ذهن ما خلاص شود که تقدیر چی است، ایمان به تقدیر چی است. تو که مؤمن هستی الله امتحان در مورد امتحان قرار میده، در چی چیز تو را قرار میده. از او خاطر من امروز فقط مقدمه یا یک طور گپای ابتدایی در مورد تقدیر براتان میگم. پیغمبر علیه السلام از او فتنه ها و اموری که امتش در آینده دوچار میشد بسیار زیاد امت خود بر حذر میداشت، هشدار میداد. با امت خود این گپا را میزد که امت شما هلاک نشوه مثل قومای سابق که هلاک شده، شما بیدار باشی. از بدعت هشدار داد پیغمبر، از فتنه های مسیح دجال خبر داد، از او علامات صغرای قیامت که در اونجا کدام ناگواری ها میشه او را بر ما خبر داد. از جمله ایران خبر داد که در امتش کدام چیز خطرناک است و با کدام مرض مهلک امت مبتلا میشه. با وصفه که ما در مورد تقدیر آیات فراوان کتاب الله متعال داریم. در مورد اثبات تقدیر از نگاه قرآن و حدیث دیگه گپ میزنیم، لغت و معنا و اصطلاحش دیگه گپ میزنیم. تنها این مسائل واقع میشه در آینده یا نمیشه، در این مورد گپ میزنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبلا هشدار داده امته. ابی محجن رضی الله عنه صحابیست میفرماید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انما اتخوف علی امتی ثلاثا، یقینا آن چیزی را که من میترسم از امت خود سه چیزا میترسم که در امتم پیدا میشه و من خوف دارم. خوف از آن چیزی انسان داشته می باشه که بسیار ضرر داشته باشه و قریب الوقوع باشه و سبب هلاکت باشه. چرا؟ اگر یک امر حدوث پیدا میکنه، عارض میشه و تو جبری از او را زودتر میتونی، از او قدر خوف نمی باشه. رسول الله از اموری که خیلی عادی و سبک است از او اعلان خوف نکرده که من از این خوف دارم، از امور اعلان خوف کرده که او مهلک است، ضررش خیلی زیاد است و یقینا فساد در معاشره پیدا میکنه. امروز امی گفته ها
آنقدر فساد پیدا کرده که پرسان نکو. هر جوان چیزی دیگری نداره برای انجام جنایت خود و برای پرداختن جنایت خود به جز از اینکه استدلال به چی بکنه؟ تقدیر بکنه. هر کس میبینی سوال است. جوانای ما در هر مجلس که گیر میه دیگه بحث نیسته، در مورد تقدیر جر و بحث است و منجر میشه. هر کس از عقل و مفکوره و فلسفه خود گپ میزنه. جناب محترم، جناب انسان، تو چقدر عقلی کامل داری؟ چقدر قوت در عقل داری؟ من زمانی که تفسیر قرآن کریم شروع میکنم ضرورت وحی را درس میگم که ما برای وحی ضرورت داریم. هدایت توسط حواس ما، توسط عقل ما قطعا ممکن نیست. در مورد عقل گپ میزنم که اگر یک انسان خوب عاقل است آیا میتونه راه هدایت پیدا بکنه بدون وحی؟ کلا، قطعا نه. چرا؟ به خاطر که عقل محسود است، عقل مغلوب است. نمیبینی؟ عقل مغلوب شهوت است، عقل مغلوب قوه وهم است، عقل مغلوب قوه غضب است، عقل متاثر از رسم و رواج ما حول و محیط است. عقل نمیتونه راه خود پیدا بکنه به خاطری که بیچاره عقل در برابر امچو موانع و صدرا نمیتونه راه گشایی کنه برای راهنمایی خود. نمیتونه این کاره. عقل مغلوب قوه غضب است. دو برادر زندگی میکنه. برادر کلان است، برادر دیگه خیلی خرد است، 20 سال از او خرد است. این برادر 20 سال است لیکن او 1 سال است. پدرم ضعیف است، پیر است، کل مصارف و مخارج خانه سر همین برادر کلان است. شب بروز محنت میکشه. زمانی که برادر در سن مکتب برسه کل مخارج و مصرف مکتب و فیسیشه همین برادر ادا کرده رویست. حتی عروسی برش میکنه، توی برش میکنه تا که او 20 ساله میشه، او 40 ساله میشه. 20 سال مکمل در خدمت برادر قرار داشت و هر گونه مصارف سر برادر خود حتی ایره بسیار فخر بری خود میدانست. اما روزگاری که پدر برش بگوید که بچایم زن گرفتی آلی ما بینتان جور نمیه، زندگی نمیتانه، بی که با هم جدا شویم. دمی فرصت که وقتی مال تقسیم میشه یک بالش در بین مورد نزاع قرار میگیره، یک بلس جای، یک دکانک، مال و متاع دنیاست و هیچ کس هم این رقتی خود در قبرم برده نمیتانه. لیکن دو برادر با هم آنقدر جنجال و نزاع را کشمکش شروع میکنه که بسا اوقات برادر میخیزه تفنگ میگیره برادر خود قتل میکنه. و یک مورد نیست، انشالله شما هم شاهد باشی که برادرها در بین خود نزاع و جنجال پیدا کرده، آخر باز منجر به قتل یکی دیگه شده. خب گوشتان آواز بکنی. زمانی که او برادر قتل بکنه عقلش میگه که اوهو بازی خود قطع کردی، آلی تو تنها اولاد خود میچلاندی، در فکر روزگار اولاد خود بودی، آلی برادر زادا هم در گردن تو سقوط کرد و این ملامتی دنیا از مخلوق مخلوقان سری تو شد، گناه آخرت هم سری تو شد. چقدر پشیمان است. به زبانی خود نعوذ بالله لعنت سری خود میگه، هلاکت به خود طلب میکنه. اما از تو مسلمان سوال میکنم، از تو انسان که می عقل امینجا در برابر قوه غضب توانست مقابله بکنه؟ امی اندیشه و فکر دمو فرصتی که این در حالت غضب بود مانع غضب شد؟ نشد. مانع غضب شده نتانست. عقل مغلوب غضب است، قوه غضب سرش غالب است. بسا اوقات انسان در حالت غضب زنش است، مهر داده، اولادای خردکیش است، هیچ چیزی دیگری نداره، لیکن یک دفعه نزاع در بین زن و شوهر شروع میشه. دردناکه که چرا وقت ناوردی سرد بود، اینو میقدر گپ. باز میگه یک طلاقی، 2 طلاقی، 3 طلاقی. پس آن به هوش میه، در ملاها مراجعه میکنه، در مسجدها و ماشاءالله فتواهای میده برش که دیگه ای آدم رای خود گم میکنه. فتوا برش میده که 3 طلاق واقع شده و حلاله کن. و باز یک ابلیس صفتها برش میگه که حلاله به جز از من به دیگه کسم نمیتونه. این مسائل واقع شده، در این معاشره واقع شده. کسی که پیروی تقلید از زولانی تقلید در پای انداخته به می مشکلات ها و به این می ناهنجاری ها مبتلاست. باز بیچاره که ام ملایش
و عامیش رجوع میکنه به کسی که پیروی کتاب الله و سنت رسول الله را میکنه، باز دو روان میکنه. برو مولای متوکل پرسان کنه، مولای متوکل چی بکنه؟ این حدیث رسول الله را تو نمیدانی، این معزله و این حالات تو نمیدانی، این فلسفه که در کتاب الله در تفسیر برای عدم وقوع طلاق ذکر شده که الله میگه طلاق مرتانه، پروردگار نمیخواه دو شخص با هم جدا شود، زن و شوهر که قانونی خانواده است، زن و شوهر که اولاد است، این با هم جدا بسازه. الله اکبر. دامنه طلاق و دور شدن زن و شوهر الله متعال یک میدان دور و درازه برش مقرر کرده. شریعت اسلامی تلاش کرده که زن و مرد با هم جدا نشود، زن و مرد با هم جدا نشود. مسیر بسیار دوراندام برش انداخته. زن یک کمی بدزبانی و بدروزگاری میکنه، نصیحت کو برش، نشود جای جدا کو، نشود یک کمی سیاست کوش بزن شه در نرم جاهایش، نشود نفر سوم پیدا کو که عاقل و خب رازداری تو و از او باشه، معزله را در بین بکشان، ملامت و سلامت معلوم شود. بعد از او اگر سریزیم نشد، الله متعال تو را میگه که زن در حالت طهر و پاکی یک طلاق بده. یک وقتی که طهر تیر شد، مریضی را تیر کرد، طهر دوم آمد، باز دوم طلاق بده. آلی وقتی که مریضی هم تیر شد، دوم مریضی، طهر سوم که آمد، اینجا طلاق نده، سوم طلاق واقع نکن. شده میتونه او هم به هوش آمده باشد، تم به هوش آمده باشی و هر دو پشیمان شده باشه. تا امی مرحله رم الله متعال نه تجدید نکاح را سرت کرده، نه کدام جنجال و کشکال دیگر، پس رجوع میتونی به زنی خود. اما آینده یک طلاق باقی مانده، خیر و خلاص. متوجه باش. الله برای فرمان داده. عمر رضی الله عنه سه طلاق در یک مجلس شمار کرد. به خاطر ازی شمار کرد که مردم شروع کردن هر کسی طلاق. عمر رضی الله عنه گفت در آن چیزی که الله متعال برای شما مهلت قرار داده بود شما عجله کردی. این مهلتای الله را در نظر نگرفته. ما بعد از اگر کسی سه طلاق داده بود سه نافذ میکنم. این معنا نیست که سه طلاق واقع شد راستی زن قد سرت حرام شد. این معنا است که شما دیگه در احکام الله ریشخندی نکنید. الله براتون گفته یک طلاق بدی، تو سه طلاق بدی. علمای محققین الحمدلله میبینه شرایط فعلی را، جهل و نادانی مردم، زن و شوهر که سالا به ترجمه قرآن ننشسته، سالا از طلاقش خبر نداره. شما باور به الله متعال بکنه، امیال مردم پیدا میشه که صدها طلاق به زن خود داده، لیکن امیال زنش است، اولاد است پیش پیدا شده میره، احکام الله را نمیفهم. یک مردکه پیش میه، بعد از اینکه سیاستش ترجمه را شنیده پس رفته برش گفته که او مردکه تو 70 مرتبه مرا از 70 کرده زیاد طلاق دادی، بس زنی هست، تو میخواد زنا، تو برو یک دفعه پیش مولوی صاحب، من دیگه امروز تو زندگی ندارم، جهنم خوش ندارم، اولاد ترک میکنم، خود جهنم خوش ندارم. مردکه آمد برای من میگه که مولوی صاحب طلاق چی رقم است؟ من کمی تشریح دادم، گفت من خود زن خود زیاد طلاق داده. من چقدر طلاق دادی؟ در کدام موارد؟ گفت اوقات مختلف، کمی قارم آمد طلاق داده. خب من گفتم مولوی هم زنی هست؟ گفت اولادایم پیدا شده. من گفتم برادرم حکم شریعت این نیست. گریان شروع کرد. اتور گریان میکرد. من گفتم برادر مسلمانم این احکام الله است. شاید تو بگویی که کی خبر داره، سرپوش خانه بند است، هیچ کس آگاه نداره. اگر 100 طلاق دادن، اگر 50 طلاق دادن، الله خبر داره. تو سری احکام الله ریشخندی کرده ای، احکام الله را مورد استهزاء قرار داده ای، تو برش اعتنا نمی کنی. مسلمانی تنها به این نیست که الله اکبر در مسجد برم نماز بخوانم. اسلام در هر گوشی زندگیت حاکمیت داره، باید برش تسلیم باشی. جنابای محترم حلاله را برش میکنه، نکاح صیغه و متعه شیعه را حرام میگه، زنا میگه، اما یک شبه و دو شبه نکاح را حلال میگه. این کدام انصاف است؟ این کدام استدلال است؟ آیا اون نکاحی را که رسول الله لعنت سرش گفته محلل و محلل له را، او نکاح هست، لیکن بازم الحمدلله که بیچاره ها پس به پیروان کتاب الله و سنت رسول الله رجوع میکنه، فتوا را از تو میگیره.
این فتوا را گرفته رویست. ببین عقل کدام است؟ غضب تو را کشان که در یک مجلس 3 طلاق به زنت بده در حالی که اولادای خردک شیر خورم داره. عقل چی میکرد؟ عقل توانست که غضب کنترل کنه؟ عقل مغلوب شد. عقل مغلوب قوه وهم است. وهم تا دین روز برادرت بود یک اتاق نان میخورده قصه میکرده 12 بجه 11 بجه میشود در اتاق خود میرفت تو در اتاق خود. امی برادر وفات کرده حالی برات میگه که قطعی مرده بیادرت بشی متنا میترسم. چرا میترسی برادر؟ سابق خوی برادرت زنده بود چنگ و چسب هم میتونست جنگ هم قطعت میتونست تو را لطوکوب هم میتونست حالی خو مرده حالی خو حتی گپ قطعت زده نمیتونه. چرا قطعش نشسته نمیتونی؟ وی 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 ترسم میاد این مرده است. عقل چی میگه و قوی وهم چی میگه؟ کدامش غالب است؟ قوی وهم غالب است. تو را نمیگذاره. روز میبینی که اینی درخت است اینی برج است اینی شو محتوی شده سایه میبینی که درخت مثل سایش مثل شکل انسان و این انسان است. خب عقل برات میگه که نیست انسان سایه درخت است. پس میگریزی در خانه. عقلت غالب است یا وهمت غالب است؟ وهمت غالب است. خب در پالی همسایه نیک زندگی داری سالا در هر درد و غمت امی همسایه بود. اگر شب مریض پیدا شده تک تک زده ای که الان موتری تبکش که سیاسری خدا در حالت ولادت است در زایشگاه میبرم. اگر روزی قرض پیدا شده دروازه تا قرضدار زده خانه همسایه را تک تک کردی یک کمی قرضدار هستم برای من یک کمی یک چند روپه پول بده که من بیاب میشم. همسایه به اعتمادی که یک مدت عمره زندگی با تو کرده شخصیت تو معلوم است لیکن یک دخترش در خانه باقی مانده امی همسایه میره. امروز زناها در کجا میشه؟ راستانه بگوی زناها از بچه کاکا میشه زنا از بچه خاله میشه زنا از بچه ماما میشه زنا از همسایه میشه. در حالی که میفهمه که زنا این آدم چطور این خو حق سرمه داره هیچ حق نداشته باشه این جرم شریعت است. هیچ حق نداشته باشه جرم شریعت است. خو اگر دیده شم این معلوم شم این رسوایی رسایی کو اگر گیر شم سنگسار میشم. سری امی قدر گپا برای 2 دقیقه لذت حاصل کردن عقل کارگر است یا شهوت غالب است؟ انسان از عقل خود سری عقل اعتماد نکو. عقل این قدر بالا نتراش. کسایی که تقدیر سوال انتقاد میکنه عقل است. عقلانی ها زیاد است. بلکه ما که دعوا داریم که در منهج سلف بریم. منهج سلف باز در تقدیر براتون بیان میکنم که صحابه سوالا کرده در مورد تقدیر یا نکرده که تو جوان هر روز سری تقدیر سوال کرده رویستی. عقل ما حول تأثیر از ما حول محیط است. ما حول محیط خب میفهمی بچه کاکا بچه ماما همسایه در اورانوس بود مچم در بینظیر رو در کدام جای در هتل چی کرده؟ عروسی کرده. چند نفر خبر کرده بود؟ 1000 نفر خبر کرده بود. کارت روان کردن بود. 1 هفته در خانه ازی میمانی ها بود رقه نویسی بود و الکی توی فلانی خال است. دنیا جنجالا را آورده. تو آدمی غریب است یک دکانه کم نداری. راستی تا بگو عقل چی برات میگه؟ خیشای تام امیتور مردمی متدین است برات میگه که 3 نفر بیار دختر را در دستت میدیم در مهر خیلی کم برو عروسی کن. لیکن اینجا تو جناب با وصفی که قدرت و توانایی نداری از 20 خانه قرض جمع کردی. از 20 خانه تو را وادار به این کرده که تو هم عروسی را در کجا بگیری؟ در اورانوس بگیری. عقلت غالب آمد یا تاثیرات ما حول محیط رسم و رواج؟ امروز که ما و شما کمری ما را شکستانده این رسم و رواجا اسیالی ما را کمری ما را شکستانده. چرا آسان ساده بی تکلف 10 نفر در ولیمه را چرا جور کو اینقدر 2 کیلو گوشت از گوشت مرغ بخر 400 روپیه بیار اینجا پخته کو 10 نفر بیار ولیمه است. کی گفت که نیست؟ تو از رسول الله که بالاستی از زنی رسول الله که زنی تو بالاست. لیکن اینی عقل ماست که گنده زده در مقابل رسم و رواج. سری عقل تکانه کو. عقل تو درک نمیتونه. عقل تو اموری که تو خود یک درو برات میگه که اینی حق است نمیتونی. از او خاطر عقل در این راستا در اموری که به جز الله چیزی را ندانه او حکیم ذات است. چطور سری تقدیر تو اعتراض میکنی؟ عجیب است. تو چرا خود فریب میدی؟ گناه را سری تقدیر میندازی.
چرا فریب میدی؟ بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل برای ما خبر داد. دیگه حدیث ها زیاد هست، این حدیث تشریح میکنم. رسول الله میگه من سری امت خود سی چیزا میترسم. اولش تکذیب بالقدر است، تقدیر تکذیب میکنه، یا انتقاد سری تقدیر میکنه یا بیخی منکر میشه، نعوذ بالله. قبلا هم میگه پا شده معبد جهنی و سنوسیه و واصل ابن عطا و ایتوری مردم ها پیدا شده، باز تاریخ براتون میگیم. او مردم ها امی قسم بودن. امروز هم مجلس های جوانای ما فقط بجز ازی که در آخر منجر به این میشه که تیر از زمین دین، نعوذ بالله، همونجا اعلان میکنه، جنجالشان کم اضافه میشه، باز همین طور اعلان هم میکنه که تیر از دین. تو خبر داری که سخن تو چقدر است و چه قسم است؟ برادرم، تو کدام کار بی اختیار میکنی؟ برای من نشان بده. کدام کاری بی اختیار است؟ امیالی که تو گوش گرفته این سخنای مرا، این بی اختیار است یا بی اختیار؟ تو در این مسجد به چی آمده ای؟ خو یک نفر دیگه همراه تو از خانه تو برادرت بود، او طرف سینما روان شد. این مسیر چرا انتخاب کرده؟ مجبور بوده؟ قطعا مجبور نبوده. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه در امت ما این گپ پیدا میشه، تکذیب به تقدیر پیدا میشه. دوم گپ رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه التصدیق بالنجوم. کسایی که نعوذ بالله ادعا داره که ما ستاره شناس هستم، در راه ها و لبای سرک و چمنا این کاهنا و ساحرای بدبخت زیاد شده. هم مسلمان هم هندو، مراجعین هندو از مسلمان که زیاد است، به خاطر که مردم سر هندو زیاد عقیده داره. میگه این علم غیب میفهم از او کده. در وطن ما امی گپا روان است، اما تو عالم وقتی که اینمی ها را رد میکنی وهابیستی. وقتی که مردم هم میگی که کارا شرک است، از دین برآمدن است، تو را میگه وهابیست. من تعجب به او دولت میکنم که چطور یک عالم از سر منبر که از کلام الله بگویه، از حدیث پیغمبر بگویه و چاپه بنداز در حالت وحشت و در حالت حیبت در شو ایره ببر، ولی او کسی که صراحتا علنا در میدان نشسته است مردم گمراه میکنه، ترویج شرک میکنه. حتی او اگر کسی او را بدان بگویه مانع میشه، شاید که همون نفر را ببری، به خاطر که میگه مانع چیستی؟ آزادی شخصیستی، دموکراسی تحقق پیدا نمیکنه. به الله قسم مرز است. بدان مسلمانی و کفر دیلم اینجا است. تو یک قدر نظام اسلام عقیده نداری، نظام کفری عقیده داری، تو مسلمان باقی میمانی؟ تو میمانی؟ کافر شدن گپی عادی نیست که کسی بگویه شاخ سبز بکنه که شاخ میشم. وقتی اونمو گپ روا دانستی، ترجیح دادی و او را دموکراسی ارزش برش قائل شدی، ارزش به دموکراسی، ارزش به این بیدینی و الحاد، به شرک، این کفر است، کفر است، کفر است. نگوی ارگانیای امنیتی که ما همیشه به حق هستیم. الله متعال از پیشتان سوال میکنه، در روز قیامت رفته نیستیم. این پاچایا و این دربارا و این حکمتا نخواد بمانه. روزگاری تو در پیش الله رفته نیستی. سارنوال صاحب، قاضی صاحب، امنیت صاحب، والی صاحب، پارلمان صاحب. در پارلمان صدای چی بالا میشه؟ این مدارس کنترل شوه. مدارس لعنتی الله سری تو نمیشه که آواز بلند کنی که این فحاشی کنترل شوه، این دعوت به نصرانیت کنترل شوه، این قتل و قتال دست جمعی کنترل شوه، این قمار بازی کنترل شوه، این به دخترای خود تجاوز کنترل شوه، این لواطت کنترل شوه. بله، این سخن تام الله در عمل نامه ثبت کرده، در روز قیامت برات پیش میشه ان شاء الله که تو کدام امر برات خیلی مهم است. کدام امر؟ ملای دیگه در سر قبر نعره تکبیر برای چی زده میشه خبر داره؟ مرگ به وهابیا، نعره تکبیر، مرگ در سر قبر، در سر قبر. لعنت الله سر تو نمیشه. تو به الله خجالت نمیکشی. در کدام سنگر هستی؟ در کدام سنگری مقابل یهود و نصارا نعره تکبیر میگی؟ مردم وقتی که کلمه وهابی میشه دست جمعی چی میکنه؟ وهابی نمیشناسی؟ چی هست؟ تو را به الله قسم میشناسی؟ من قسم برات میدم تو یک دفعه تعریف کو برام. خو این مردم دنبال رو است، رمه مال است، فقط تحریک کشانه، هر طرف ببرشانه، بصیرت وجود نداره.
بیداری وجود نداره. از او خاطر ما از یا توقع از این نداریم که در میدانات دفاع بکنه، یا باید سری تقدیر انتقاد کنه، باید عقل خود حاکم بگردانه، باید در مقابل شریعت عقل خود در معارضه پرته و انتقاد سری احکام الله بگیره. نعوذ بالله. از این طور مردم گله نیست، این علما مردم است. عزیزا، ما یک دشمن نداریم، ما یک روزنه برای هجوم و یورش دشمن نداریم، روزنه های مختلف داریم. از این خاطر توصیه ما به همیشه به جوانا ایسته. او جوانا خود مسلح کنه، او جوانا علم حاصل کنه، معلومات بگیره، وقتی تو نزایی نکنه. عالم در مسجد محکم کن، هر روز دنبالی من نبیا. علما الحمدلله میالی رخصتی است، کلگی یا در مسجد یا در خانه خود آرام نشسته است. 4 دانه جوان در گردش جمع شده، بگو من این کتاب عقیده را ختم میکنم. عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله، عقیده التحاویه، عقیده سفارینیه، عقیده الواسطیه، یک کتاب عقیده را میخوانم، به خاطری که ما آینده در میدانی هستم که فرهنگ غرب یورش آورده، هجوم آورده. ما باید مستند در مقابل از او جواب بگویم. وقت در این و آن ضایع نکنه، در کفر و در مشرک گفتن مردم ضایع نکنه، در تقدیر و در این گپا ضایع نکنه. وقت بده برای حصول علم، چه خود مسلح کنه، جوابی منطقی مستدل داده بتانی. این موقع ماست، زمستان از پیشتان تیر میشه. مولوی صاحبای بزرگ داریم، یک حلقه نداره، یک حلقه درس. شما نمانشه، اگر وا تنبلی میکنه شما نمانشه، گردش بپیچانه، بگو ما امروز نیاز داریم، من ضرورت دارم به می علم، برای ما بخوان، ماندنیت نیستم. ما اگر نه خود عالم خود باید درک کنه. اگر این روزم تو غافل شدی، اگر این روزم تو خود در کنار زدی، راحت طلبی نفس خود کردی و در تلاش تنبیه و آگاهی این نسل جوان نشدی، آینده تاریک در پیش رو داری. باز تو ملا را قطعی چپل و لنگی نخواد بمانه، باز لنگی تا دمی خاک میزنه. ایره بدانی او در پیش روی ما آمده رو ایسته. ایره ما باید انتظار داشته باشیم. اگر ما حرکت نکردیم، اگر ما مسئولیت خود ادا نکردیم، الله متعال ما را توفیق نصیب بکنه، هم به علمای ما و هم به طلبگارای علم ما، به جوانای دعوتگر ما، که بفهمن، درک بکنن که ما چی باید بکنیم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادرای گرامی، ما و شما شروع کرده بودیم به اینکه یک مرکز اسلامی میسازیم. یک دوست دیگری ما با وصفی که ما وظیفه هم برش ندادیم، لیکن هر کس از خود احساس دین داره. این خواهرای ماست که 3 انگشتری خود روان کرده است. خواهر ماست 3 انگشتری طلای خود روان کرده. این انگشتری است که لاکت خود روان کرده. این خواهر ما 30 لاکت خود مکمل روان کرده. این خواهر دیگه ما لاکت خود 30 لاکت خود روان کرده. الله متعال در دنیا و آخرت اجر جزیل و سرفرازی بزرگ برش نصیب کنه. از این احساسش انگشتر خود روان کرده به اندازه توان و طاقت. یا خواهرای ماستن، ولی خواهری خوابالوده نه، خواهری که احساس داره. این پول نخت است که خواهرای ما جمع کرده روان کرده. محض که شنیده تالی را ما پیامم برشان ندادیم. ما باید درک بکنیم. خواهرانی هستن که خوابالوده نیستن، خواهرانی است که از مزایای ترجمه قرآن کریم استفاده کرده. خواهرانی هستند که از درس حدیث شما باور به الله بکنه در این هفته
مسیج امیالی در موبایلم است. یک خواهر میگه که کلی هفته را گریان کرده به خاطر بند شدن درس حدیث. و ما هنوز هم انتظار داریم اول به این خواهرها از الله متعال برشان همون سرفرازی که اراده دارن در دنیا و آخرت الله برشان نصیب بکنه و در این راه و در این مسیر الله توفیق مزید برش نصیب بکنه که یقینا ما را غیرت داد و ما را باهوش ساخت و ما را بیدار ساخت. عزیزان گرامی، این مرکز مولی متوکل نیست. این مرکز کتاب الله و سنت رسول الله است صلی الله علیه و سلم. این مرکز ما میخواهیم که همچون مردمی که شبهات وارد میکنه ما در مقابلش سپر داشته باشیم. در هر میدان، در هر مجلس ما شخصی داشته باشیم مقابله بکنه. به این خاطر دوستا عزیزا باز براتون اعلان میکنم، ما به او خواهرای ما در خواهرای خود واقعا مجاهدت بیشتر دیدیم. ما جمعه پیشینگه برای شما وظیفه دادم پیش که در خانه هایتان درس شروع کنید. الحمدلله هر طرف که میرم شاگرد خواهر برای میگه مولوی صاحب یک حلقه را باز کردم. الحمدلله اینی قدر شاگرد آماده شده درس خوانده رایسته. ان شاء الله الله در عمرشان برکت بندازه. الله این مسیرشان الله دیگه هم پر برکت و پر ثمر بسازه و یارب دعوتگری واقعی و پیروانی واقعی رسول الله صلی الله علیه وسلم و ازواج مطهرات و ازواجی که واقعا در میدان معرکه سرفرازی کرده از او جمله بگردانه. و ما امیدوار هستیم، ما ان شاء الله امیدوار هستم که این مرکز ما توسط دوستان، نه توسط یهود و نصارا، توسط دوستای متدین محبین کتاب الله و سنت رسول الله در سر برسه و این مرکز آباد شود. ان شاء الله این امید دارم، قلبم گواهی داده و ان شاء الله همینطور نمیمانه. الحمدلله ما وقتی دیدیم که خواهرای ما اینقدر مجاهدت میکنه در حالی که ما در بیرون تعالی را پیام ندادیم، ان شاء الله امیدوار هستیم که هر کدامشان در اینجا سهم بزرگ بگیرن و از این کده بهتر جا نخواد برایشان در عمر هم مهیا شود و برشان پیدا شود که در همچون مرکز یا مصرف بکنه. الله توفیق مزید نصیب کل بکنه و هم گیره الله اجر جزیل بده. برادرای امام الحمدلله در چند جمعه هر کس مطابق توانمندی خود لیست داده و حاضر کرده همون پول خود. ان شاء الله امیدوار هستیم همه ما بدهی سهم بگیریم، چرا در جمعه پیش براتون گفتم الدال علی الخیر کفاعله است. این حدیث خوب یاد کنه و خوب مفهومش بدانه و با برادرها و خواهرایتان شریک کنه. الله متعال ما را توفیق نصیب بکنه. اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم ايد الاسلام والمسلمین، اللهم اهلك الكفرة والمشركين والداهرين وصائر اعداء الدين، اللهم زلزل اقدامهم، اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وخصهم اخذ عزيز مقتدر. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. درسی که درس دین است، شیرین و دلنشین است. درسی که درس دین است، شیرین و دلنشین است. آیین ما چنین است، برنامه های قرآن، برنامه های قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. فرزند نور دیده، کلام حق شنیده. فرزند نور دیده،